بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستای گلم، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه و ایام به کامتون. با یه آموزش جذاب دیگه در خدمتتون هستم. آموزشی که برای این قسمت در نظر گرفتم این دستگیرهای چشم نظر بسیار زیبا و پرطرفدار هستش که هم میتونید حالا مثلا دستگیرش رو ببافید و هم میتونید حالا از کفش استفاده بکنید و لیفش بکنید، براش دسته و اینا بذارید و دیگه حالا به صورت لیف هم ببافید و یه ستی رو کنار همدیگه داشته باشید، ست دستگیره و لیف. حتی با کاموای سوزنی میتونید همین رنگا رو کنار هم قرار بدید و اسکاجش هم ببافید، یعنی یه ست کامل رو میتونید ببافید و یه مجموعه خوشگل داشته باشید. همین که بافت راحتی داره، روونه و پیچیدگی نداره و اینکه به راحتی هم میتونید در طول روز چند تا ازش ببافید. برای این کار بچه من دارم از کاموای اکریل بافت و قلاب تولیپ شماره 2.5 استفاده میکنم و 4 رنگ هم احتیاج داریم: مشکی، آبی کمرنگ، سفید و آبی کاربونی، حالا یا آبی پررنگ، هر چیزی که حالا گیرتون بیاد. این آبی کاربونی هستش که بیشتر برای دستگیرهای چشم نظر ما ازش استفاده میکنیم. قبل از اینکه آموزش رو شروع بکنم ممنون میشم که بچه‌ها کانال رو سابسکرایب کنید، به دوستاتون معرفی کنید تا جمعمون بزرگتر بشه، افراد بیشتری بتونن از آموزش استفاده بکنن. لایک و کامنتتون بچه‌ها هم به من انگیزه میده که آموزش‌های بهتری رو براتون آماده بکنم و همین که این پات رو به یوتیوب میده که آموزش مفیدی بوده و به افراد بیشتری اون رو نمایش میده. بریم که آموزش رو شروع بکنیم. خب دوستای گلم، برای شروع کار حالا مرکز با بافتمون، یعنی در واقع با رنگ مشکی باید شروع بشه، ولی چون مشکی توی فیلم خوب نشون داده نمیشه، من حالا از یه رنگ دیگه فعلا دارم استفاده میکنم. پس برای شروع با رنگ مشکی شما این بافت رو انجام بدید. یه گره روی قلاب میزنیم، 1 2 3 4 و 5 تا زنجیره میزنیم. میایم توی زنجیره اول قلاب رو وارد میکنیم، یک بست میزنیم تا حلقه اولیه‌مون ایجاد بشه. حالا برای شروع شما میتونید هم 3 زنجیره بزنید، هم میتونید مثل من انجام بدین. بیاین یک پایه کوتاه ببافیم و یک زنجیره به عنوان اولین پایه بلندمون و داخل حلقه رو شروع کنید به بافت پایه بلند. این 2 تا، 3 4 5 6. ببینیم بچه ها، با این پایه کوتاه و زنجیره 6 تا پایه من کلا بافتم. خب 6 تا دیگه هم باید ببافم، یعنی مجموعاً در انتهای رجه یک ما باید 12 تا پایه بلند داشته باشیم. من این 12 تا رو کامل کنم برگردم. خب دوستای گلم، ببین 12 تا پایه‌ام رو کامل کردم. خب حالا برای بست دادن میام چیکار میکنم؟ این پایه کوتاه و زنجیره اول رو باش کاری ندارم، این گندمی پایه دوم هستش. از پشت گندمی پایه دوم قلاب رو وارد میکنم و نخ رو میگیرم و به پشت باف انتقالش میدم. بچه این مدل بست زدن باعث میشه که ما هر بار یه پایه هامون رو به جلو انتقال میدیم و گرد بافیمون ترتمیز انجام میشه، گوشه دار نمیشه. خب و یه بافت خیلی ترتمیز و مرتبی به همون میده. بعد از اینکه حالا بستم رو زدم، همین جایی که ببین، همین جایی که قلاب رو وارد کردم و بست داده بودم، همینجا دوباره نخ میگیرم، یک پایه کوتاه میبافم و یک زنجیره به عنوان اولین پایه بلندم. رج دوم هم بچه با همین رنگ رج یک بافته میشه، یعنی رج 1 و 2 هر دوتا با رنگ مشکی بافته میشه. حالا من دارم با این رنگ میبافم که شما قشنگ متوجه بشید. کنار همین پایه کوتاه و زنجیره یه پایه بلند دیگه هم میبافم. حالا میرم سراغ پایه بعد. توی رج 2 ما روی هر گندمی 2 تا پایه بلند میبافیم. این 2 تا میرم روی گندمی پایه بعد، قلاب رو وارد میکنم، 2 تا پایه بلندم روی این پایه میبافم. دوباره میرم رو پایه بعد، روی این پایه هم 2 پایه بلند میبافم و این بافت رو تا انتهای رج تکرار میکنم. ببینید تو رج 2 ما 12 تا پایه داشتیم، تو رج 1 خب روی هر کدوم 2 تا پایه ببافیم. در انتهای رج 2 ما باید 24 تا پایه بلند داشته باشیم. من اینو تا انتها ببافم و برگردم. خب دوستای گلم، ببین آخرین دسته 2 تایی پایه بلند رو ببینید، همین نخی که هست، این بستی که زده بودم نخمو انتقال داده بودم به پشت، قشنگ این نخش، این نخ رو میگیرم و 2 تا پایه بلند آخرم رو اینجا میبافم. حالا چون میخوام انتهای این رج
یعنی بعد از بسته رجه 2 میخوام نخمو کات کنم و نخ جدید رو اضافه بکنم. ببینین این پایه کوتاه و زنجیره رو کاری ندارم، این گندمی پایه دوم همینجا نخ میگیرم، یک بست میزنم، یک زنجیره و نخمو کات میکنم، چون میخوام نخ جدید رو بست بکنم. اگر میخواستم دوباره با همین رنگ ادامه بدم باید بستم و به روش همون رجه 1 میزدم. پس این شد تا انتهای رجه دوم ما. خب دوستای گلم رجه 3 با رنگ آبی کمرنگ بافته میشه. ببینیم با یه گره روی قلاب کارم رو شروع میکنم. ببینین از کجا شروع میکنم. گره رو قلاب زدم، یه پشت قلابی اضافه نخمم نگه میدارم. ببینیم پایه های دوتایی هستش. خب روی پایه دومش، این پایه اول، این پایه دوم، روی گندمی پایه دوم یک پایه بلند ایستاده میبافم. یعنی دوباره من این کار رو انجام میدم بچه ها. ببینین یه گره روی قلاب زدم، یه پشت قلاب اضافه نخم و پشت بافتم نگه میدارم. یکی از این پایه های دوتایی از اینا شروع میکنم. پایه اولش نه، رو پایه دوم، روی گندمی پایه دوم نخ میگیرم. حالا دوتا دوتا، ببین دوتای اول دوتای دوم، این بهش میگیم پایه بلند ایستاده. یه پایه بلند بافتم، حالا رو پایه بعدش دوتا پایه بلند میبافم. خب رو پایه بعد یک پایه بلند، رو پایه بعدش دوتا پایه بلند و این بافت رو تا انتهای رشت تکرار میکنیم. ببینیم بچه ها با پایه های تک روی پایه دوم بافته میشه. از این پایه های افزایشی رجه قبل پایه دوتایی حالا یا افزایشی بعدیمون روی پایه بعد از این، یعنی رو پایه اول پایه های افزایشی رجه قبل بافته میشه. ببینید به این صورت. الان نگاه کنید این پایه بعد یک پایه تک، پایه بعد که پایه اول پایه افزایشی رجه قبل هستش روش دوتا پایه بلند میبافیم. اینا رو دارم تاکید میکنم به خاطر اینکه بچه پایه های افزایشیمون هی یه دونه جلو میره. ببینین الان مثلا اینجا پایه افزایشی رجه قبل اون بوده، ببینین پایه افزایشی این رج دقیقاً یک پایه جلوتره. الان رج بعدم میخوام ببافم، پایه افزایشیش یک دونه باز جلوتر میره. این یه دونه جلو رفتن ها باعث میشه که بافت ما حالت گردش رو حفظ بکنه و بافت گوشه‌داری نداشته باشیم در انتهای کارمون. این بافت رو بچه تا انتهای رج تکرار میکنیم. من اینو ببافم برگردم برای بسته آخر رجمون. خب دوستای گلم ببینیم من تا انتها بافتم. ببین آخرین پایه‌تون باید بچه پایه افزایشی باشه، چون پایه اول اون پایه تک بوده، پایه آخر پایه افزایشی. ببینید اون قلاب رو از سر نخ در میارم، این پایه ایستاده رو کاری ندارم. از گندمی پایه دوم از پشت قلاب رو وارد میکنم. ببینید سر این نخ رو میگیرم، با قلاب میبرمش پشت بافت. بس انتهای رج 3 رو به این صورت میزنم. یه کوچولو میکشم مرتب میشه. زیاد بچه ها نکشید که بافتتون کشیده بشه. ما این کارو داریم میکنیم که ابتدا انتهای رج اون معلوم نشه، اما اگر زیاد بکشید چون بافت کشیده شده قشنگ مشخص میشه رو بافتتون. پس یه کوچولو میکشم، بافتمو مرتب میکنم. همین جایی که بست زدم دوباره نخ میگیرم، یک پایه کوتاه و یک زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه بلندم. روی پایه بعدش هم یک پایه بلند میبافم. رج قبل ما یک پایه تک داشتیم، یک پایه افزایشی. توی این رج ما دو تا پایه تک داریم، یک پایه افزایشی. دو تا تک هم بافتم، پایه افزایشی رو حالا میبافم. خب به این صورت. ببینید دقیقاً بچه‌ها طبق چیزی که بهتون گفتم، ببینید پایه افزایشی رج قبل اینجا بود. ببینید الان یک پایه رفت جلو، پایه افزایشی بعدی رو پایه بعد از این پایه بافته شده، یعنی دقیقاً رو پایه تک رج قبل. حالا روی پایه بعد یک پایه بلند، رو پایه بعدش هم یک پایه بلند، رو پایه بعد دو تا پایه بلند میبافیم. و این بافت بچه‌ها تا انتهای رج به صورت تکرار باید انجام بشه. ببینید رو پایه بعد یک پایه بلند، رو پایه بعدش یک پایه بلند، دو تا پایه تک بافتیم. حالا رو پایه بعد دو تا پایه بلند میبافیم. خب به همین صورت ادامه میدیم. دوباره ببینید رو پایه بعد یک پایه بلند، پایه تک دوم دقیقاً رو پایه دوم پایه افزایشی رج
قبل بافته میشه. حالا رو پایه بعدش 2 تا پایه بلند میبافیم و بچه ها این پترن تا انتهای رج تکرار میشه. خب به همین صورت که من بافتم تا انتهای رج میبافیم. در نهایت ببینیم بچه ها آخرین پایه اینجا باید یک پایه افزایشی داشته باشه، یعنی 2 تا پایه بلند توی این پایه آخر که بافتیم. این پایه کوتاه و زنجیره کاری باهاش نداریم، میایم روی گندمی پایه دوممون بستمون رو مثل این رج 2 میزنیم. خب قشنگ از همینجا نخ میگیریم، یه بست میزنیم، یک زنجیره میزنیم و نخمون رو کات میکنیم. خب این 2 تا رج هم با این رنگ بافته میشه. خب دوستای گلم رج پنجم رو با رنگ سفید یا شیری باید ببافیم. یه گره رو قلاب زدم، ببینین گره رو قلاب رو به این صورت، یا هر مدل که راحت هستید میزنیم. حالا پشت قلاب میگیرم. ببینید از کجا شروع میکنم. ببینید پایه های دوتایی هست افزایشی رج 4. خب پایه اولش نه رو پایه دوم میام نخ میگیرم. حالا 3 نخ رو قلاب دارم. ببینید 2 تا بافتش رو کامل میکنم به این صورت. یک پایه ایستاده میبافم. روی پایه بعدش که دقیقاً ببین این پایه افزایشیمون هست دیگه، رو پایه بعدش 2 تا پایه بلند میبافم. این رج بچه‌ها ببینید رج قبل ما 2 تا تک داشتیم، یک پایه افزایشی. این رج باید 3 تا تک داشته باشیم، یک افزایشی. ببینید روی یک پایه یه پایه تک میبافم، اینم رو پایه بعدش یک پایه یه تک، اینم رو پایه بعد که دقیقاً میشه پایه دوم پایه افزایشی رج قبل، پایه تک سوم رو میبافم. حالا پایه افزایشیمون رو باید رو پایه بعد ببافیم، یعنی 2 تا پایه بلند تو یک پایه بافته میشه به این صورت. دوباره روی 3 پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافیم. این 1، این 2، اینم 3. 3 تا پایه تک که بافتم، حالا باید پایه افزایشی ببافم، یعنی توی خونه بعدی توی گندمی بعد 2 تا پایه بلند میبافم. خب دوباره میام توی 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم. این 1، 2 و 3. حالا روی پایه بعد 2 تا پایه بلند میبافم و این بافت رو بچه تا انتهای رج باید تکرار کنیم. روی 3 تا پایه هر کدوم یک پایه تک میبافیم، رو پایه بعدش 2 تا پایه و این بافت تا انتهای رج تکرار میشه. من اینو ببافم تا انتهای رج و برگردم. خب دوستای گلم ببینید من تا انتهای رج این بافت انجام دادم. بریم بچه‌ها پایه 2 تا پایه آخرتون باید 2 تا پایه تک باشه، چون اول یه دونه تک داشتیم، با این 2 تا میشه 3 تا تکی که باید داشته باشیم. ببین اولین پایه ایستاده رو کاری نداریم، این دومین پایه هستش. ببین از گندمیه، ببین از پشت گندمی دوم پایه دوم قلاب رو وارد میکنیم، این سر نخ رو میگیریم به پشت بافت انتقالش میدیم. خب بست انتهای رج رو به این صورت میزنم. حالا یه کوچولو مرتب میکنم بافتم رو. بعدش میام چیکار میکنم؟ همین جایی که بستم رو زده بودم نخ میگیرم، دوباره یک پایه کوتاه یک زنجیره به عنوان اولین پایه بلندم. رو پایه بعد هم یک پایه بلند میبافم. ببینید این میشه پایه دوم پایه افزایشی رج قبل. حالا بعد از این پایه ببینین این پایه افزایشیمون هستش، پایه بعد از این پایه افزایشی رو روش یه پایه افزایشی باید ببافم. 2 تا پایه بلند اینجا میبافم. حالا روی 4 تا پایه پشت سر هم پایه تک میبافم. رج قبل 3 پایه تک داشتیم، یک پایه افزایشی، اینجا 4 پایه تک داریم، یک پایه افزایشی. این دومین پایه، این پایه سوم و اینم پایه چهارم. خب پایه چهارم رو بافتم. حالا رو پایه پنجم باید 2 تا پایه بلند ببافم، این 1 و اینم 2. دوباره روی 4 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند باید بافته بشه. این 1، این 2، 3، 4. ببینیم بچه دقیقاً چهارمین پایه‌مون که پایه تک بافتیم دقیقاً رو پایه دوم پایه افزایشی رج قبل هستش.
حالا رو پایه بعد از پایه افزایشی رج قبل باید 2 تا پایه بلند ببافیم. این پایه‌های افزایشی رو بچه دوباره دارم میگم. ببینیم ما هی یه پایه اینا رو فرستادیم جلو. این بستی که روی پایه دوم میزنیم در واقع یه پایه داریم. این پایه‌های دوتاییمون رو میفرستیم جلو که حالت گرد کارمون حفظ بشه. دوباره روی 4 پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند بافته میشه. این 2 تا، اینم 3 تا و اینم 4 تا. حالا رو پایه بعدی 2 تا پایه بلند میبافیم و این بافت رو بچه ها تا انتهای رج تکرار میکنیم. خب من اینو ببافم تا انتهای کار و برگردم. خب بچه ها ببینید من تا انتهای رج بافتم. ببینید بچه ها 2 تا پایه آخرم اینجا باید 2 تا پایه تک باشه که با 2 تا پایه اول رج مجموعا میشه 4 تا پایه تکی که باید تو این رج داشته باشم. خب حالا میام بستم رو. ببینین این پایه کوتاه و زنجیره اول هست، باش کاری ندارم. میام روی گندمی پایه دوم یک بست میزنم، یک زنجیره و نخم رو کات میکنم. میشه انتهای رج ششم ما. خب دوستای گلم رج 7 رو میخوایم شروع کنیم با رنگ آبی کاربونی. یه گره روی قلاب میزنیم. ببینین از کجا شروع میکنیم. دقیقا مثل شروع رنگ های دیگه میایم. ببینیم پایه های افزایشی میبینیم پایه اولش نه، از پایه دوم قلاب و وارد گندمی پایه دوم یکی از پایه های افزایشیمون میکنیم. یک پایه بلند ایستاده میبافیم. رو پایه بعدش 2 تا پایه بلند میبافیم. این یک، این 2. تو رج قبل بچه ما 4 تا پایه تک داشتیم، یک پایه افزایشی. تو رج 7 ما 5 پایه تک داریم، یک پایه افزایشی. پس میام 5 تا پایه تک میبافم. این یک، 2، 3، 4 و اینم 5. 5 تا پایه تک که بافتیم بچه نگاه کنید دقیقاً پنجمین پایه روی پایه دوم پایه افزایشی رج قبل هستش. حالا رو پایه بعدی 2 تا پایه بلند می بافیم. خب دوباره تکرار میکنیم همین رو. روی 5 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافیم. معذرت میخوام. یک، این 2، 3، 4 و اینم 5. 5 تا پایه تک که بافتم. حالا رو پایه بعدش میام 2 تا پایه بلند میبافم. این یک و اینم 2 و این بافت رو بچه تکرار میکنم. دوباره ببینید روی 5 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم. این یک، 2، 3، 4 اینم 5. خب و دوباره روی پایه بعدش 2 تا پایه بلند میبافیم. این یک، اینم 2 و این بافت رو بچه تا انتهای رج تکرار میکنیم. 5 تا پایه تک، یه پایه افزایشی. من اینو ببافم تا انتهای رج و برگردم. خب دوستای گلم ببینید من تا انتهای رج بافتم. 4 پایه آخر رجم باید پایه تک باشه که با این اولین پایه‌ای که اینجا بافتم با هم مجموع میشه 5 تا پایه تکمون. خب قلاب رو از سر نخ در میارم. این پایه ایستاده اول رو کاری ندارم. از گندمی پایه دوم ببینید از پشت پایه، از پشت بافتمون قلاب رو وارد میکنم. این سر نخ رو میگیرم و به پشت بافت منتقلش میکنم. یه کوچولو بافتم مرتب میکنم و دوباره همین جایی که بستم رو زده بودم قلاب رو وارد میکنم. یک پایه کوتاه و یک زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه بلندم. حالا روی پایه بعد هم
یک پایه بلند میبافم، شد 2 تا. خب رو پایه بعد 2 تا پایه بلند میبافم. توی این رج بچه ها تو رج 8 ما باید بریم تو رج قبلی ما 5 تا پایه تک داشتیم، یک پایه افزایشی. تو رج 8 ما باید 6 تا پایه تک داشته باشیم، یک پایه افزایشی. 2 تاشو اینجا بافتم. خب 4 تای دیگه باز انتهای رج بهش اضافه میشه. پایه افزایشیمو که بافتم، حالا روی 6 پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم. یعنی این 1، این 2، سه، 4، 5 و اینم 6 پایه بلند. 6 پایه ببینید ششمین پایه دقیقاً بچه رو پایه دوم پایه افزایشی رج قبلمون هستش. حالا روی پایه بعدش 2 تا پایه بلند میبافیم. دوباره تکرار میکنیم. روی 6 پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند. این 1، 2، 3، 4، 5، 6 تا پایه تک که بافتیم، حالا پایه هفتم رو روش 2 تا پایه بلند میبافیم و این بافت رو تکرار میکنیم بچه ها. روی 6 پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند، رو پایه هفتم 2 پایه بلند. بریم به همین صورت تا ادامه انتهای رج باید بافتتون رو ادامه بدین. 6 تا پایه تک، یه پایه افزایشی. من اینو ببافم برگردم. خب دوستای گلم، من تا انتهای رج بافتم. ببین 4 تا پایه تک انتهای رج دارم، 2 تام که اول رج بافتم، 6 تا پایه تک هم کامل شد. قلاب از سر نخ در میارم. پایه کوتاه و زنجیر اول کاری ندارم. از پشت باف، از پشت گندمی پایه دوم قلاب رو وارد میکنم. این نخم رو میگیرم به پشت بافت، منتقلش میکنم و بست انتهای رجم رو به این صورت میزنم. حالا بچه ها همینجا دوباره برای شروع رج 9 همینجایی که بست زدم یک پایه کوتاه میبافم و یک زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند. رو پایه بعد هم یک پایه بلند، رو پایه بعدش هم یک پایه بلند. رسیدم دقیقا ببینیم بچه ها، این 3 تا پایه رو که بافتم، پایه سوم دقیقا روی پایه دوم پایه افزایشی رج قبله. اینجا رو پایه بعدش یعنی 2 تا پایه بلند باید ببافم. تو رج قبل بچه ما 6 پایه تک داشتیم، یک پایه افزایشی. تو رج 9 ما 7 تا پایه تک داریم، یک پایه افزایشی. یعنی الان من باید روی 7 تا پایه پشت سر هم یک پایه بلند ببافم. روی هر کدوم یک پایه بلند. این 1، 2، 3، 4، 5، 6، اینم 7. ببینیم بچه ها دقیقا پایه هفتم روی این پایه افزایشی رج قبل. پایه هفتم دقیقا رو پایه دوم این پایه افزایشی هست. حالا پایه افزایشی این رج باید بعد از این قرار بگیره. پس گفتیم این بستی که ما یک پایه هی میاریم جلو، در واقع این پایه های افزایشیمون رو یه خونه میبریم جلوتر که گردی بافتمون حفظ بشه و بافتمون گوشه دار نشه. پس الان من باید 2 تا پایه بلند ببافم. این 1 و 2 پایه بلند توی این گندمی بعد. حالا دوباره 7 پایه تک باید ببافم. یعنی روی 7 تا گندمی روی هر کدوم یک پایه بلند. این یک پایه بلند، 2 تا، 3 تا، 4، 5، 6 و 7.
7 تا پایه تک بافتم. حالا رو خونه 8 باید 2 تا پایه بلند ببافم. پس رو پایه 8 روی گندمیش 2 تا پایه بلند میبافم. به همین صورت بچه ها این رج رو ادامه میدیم دیگه. روی 7 تا پایه هر کدوم 1 پایه بلند، رو پایه 8 2 تا پایه بلند. اینو تا انتهای رج من ببافم برگردم. خب دوستای گلم من تا انتهای رج بافتم. ببینیم بچه ها 3 تا پایه تک اینجا داشتیم، انتهای رجم 4 تا، 7 تا پایه تک هم کامل شد. خب پایه کوتاه و زنجیره اول رو کاری ندارم. ببینید از پشت گندمی، یعنی از پشت بافت، از پشت گندمی پایه دوم قلاب رو وارد میکنم، سر نخ رو میگیرم و به پشت بافت منتقلش میکنم. یه کوچولو هم میکشم، بافتم رو مرتب میکنم. حالا میخوام رج 10 رو که پایان زمینه هستش رو شروع بکنم. ببینید همین جایی که بست زده بودم همینجا نخ میگیرم، 1 پایه کوتاه 1 زنجیره به عنوان اولین پایه بلند. رو پایه بعد 1 پایه بلند، رو پایه بعد هم 1 پایه بلند، رو پایه بعدش هم 1 پایه بلند. این 4 تا پایه تک بافتم. حالا رو پایه بعدش که ببینید بچه‌ها 4مین پایه‌ام دقیقاً روی پایه دوم پایه افزایشی رج قبل هستش. تو رج قبل ما 7 تا پایه تک داشتیم، 1 پایه افزایشی. تو رج 10 ما 8 پایه تک داریم، 1 پایه افزایشی. 4 تا پایه تک رو اینجا الان بافتم. در انتهای بافت باز 4 تا دیگه هم بهش اضافه میشه، 8 تا پایه تک هم کامل میشه. حالا پایه بعد 1 پایه افزایشی هست، یعنی 2 تا پایه بلند توی 1 پایه میبافم. حالا روی 8 پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند. این 1 2 3 4 5 6 7 و اینم 8. 8 تا پایه تک بافتم. ببینید بچه‌ها دقیقاً پایه 8 رو پایه دوم پایه افزایشی رج قبله. حالا رو پایه 9 2 تا پایه بلند میبافیم. این 1 و اینم 2. دوباره پترن رو تکرار میکنیم. پترن این رج بچه‌ها 8 پایه تک، 1 پایه افزایشی. دوباره میام روی 8 تا پایه بعدش هر کدوم 1 پایه بلند میبافم. این 1 2 3 4 5 6 7 اینم 8. خب رو پایه 9 میام 2 تا پایه بلند میبافم و این بافت رو تکرار میکنم دوباره بچه دیگه. ببینین روی 8 تا پایه هر کدوم 1 پایه بلند، رو پایه 9 2 پایه بلند و این بافت رو تا انتهای رج تکرار میکنیم و در نهایت 4 تا پایه آخر که گفتیم باید تک باشه، چون پایه آخر رو که بافتیم میایم روی گندمی پایه دوم بست انتهای رج 10 رو میزنیم. من اینو ببافم برگردم. دوستای گلم ببینید من انتهای رج رسیدم و حالا میخوام بستم رو بزنم. این پای کوتاه و زنجیره رو کاری ندارم، میام روی گندمی پایه دوم، روی گندمی پایه دوم 1 بست میزنم. این میشه انتهای رج 10. حالا رج دورگیری رو میخوام براتون بگم. ببینید برای شروع اول 1 زنجیره میزنم همین جایی که بست زدم، 1 پایه کوتاه. 2 تا زنجیره هم میزنم کنار همین پایه کوتاهی که اینجا بافتم. 2 تا پایه بلند هم میبافم. این 1 پایه بلند، اینم 2 تا پایه بلند. 1 2 2 پایه جا میذارم، میام رو پایه سوم 1 پایه کوتاه، 2 زنجیره، دوباره کنار همین پایه کوتاه 2 تا پایه بلند هم میبافم که با این پایه کوتاه و 2 زنجیره 3 تا پایه میشه در واقع. 2 تا پایه جا میذارم، رو پایه بعد 1 پایه کوتاه، 2 زنجیره، دوباره کنار پایه کوتاهمون 2 تا پایه بلند هم میبافم که مجموعاً میشه 3 پایه. 2 پایه فاصله میدم، رو پایه سوم 1 پایه کوتاه، دوباره 2 تا زنجیره میزنم کنار همین پایه کوتاه، همین جایی که پایه کوتاه بافتیم بچه‌ها کنارش
2 تا پایه بلند هم میبافم، دوباره 1 2 پایه فاصله میدم، رو پایه سوم 1 پایه کوتاه و این بافت رو تا انتهای رشت تکرار میکنیم دیگه. ببینید 2 تا زنجیره کنار پایه کوتاه، 2 تا پایه بلند، 2 تا پایه فاصله میدم، رو پایه بعد 1 پایه کوتاه، 2 زنجیره، دوباره کنار کوتاه، 2 تا پایه بلند، مجموعا میشه 3 پایه، 2 پایه فاصله میدم، رو پایه بعد 1 پایه کوتاه. آخرین تکرار رو انجام میدم و دسته رو براتون توضیح میدم. این 2 تا زنجیره میزنیم کنار همین پایه کوتاه که بافتیم، 2 تا پایه بلند میبافیم، این 1 پایه بلند، این 2 تا پایه بلند، مجموعاً شد 3 پایه. 2 تا پایه جا میذاریم، رو پایه بعد 1 پایه کوتاه میبافیم. حالا میخوام دسته رو بهتون بگم بچه ها. ببینیم پایه کوتاه رو که بافتم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خب من این اندازه دسته برام کفایت میکنه. شما خواستید بزرگتر بشه میتونید تعداد زنجیرها رو بیشتر کنید. 10 تا زنجیره میزنم، میام این 2 نخ مربوط به پایه کوتاه رو میگیرم، قلاب رو واردش میکنم، مثل پیکوت یک بست میزنم. ببینین بچه دقیقا یک حلقه اینجا درست شد. خب یه حلقه ای که ما بهش میگیم پیکوت 10 زنجیره ای. حالا داخل این حلقه رو شروع میکنم به بافت پایه کوتاه، توشو با پایه کوتاه پر میکنم برای اینکه دستم هم کلفتر بشه هم نمای قشنگتری به دستگیرم بده. ببینید توشو دارم با پایه کوتاه پر میکنم. قشنگ دور تا دور این 10 زنجیره‌ای که به صورت حلقه در آوردم با پای کوتاه پرش میکنم. خب الان ببینیم من آخرین پای کوتاه هم رو هم بافتم. میام دوباره همون جایی که پای کوتاه بافته بودم قلاب رو وارد میکنم، نخ میگیرم، یک بست میزنم. ببینین دستم به این صورت در میاد. حالا میام رو پایه بعد 1 پایه کوتاه میبافم، 2 زنجیره و بافت دورگیری رو ادامه میدم. دوباره 2 تا پایه بلند هم کنارش میبافم که مجموعاً شد 3 پایه. 2 تا پایه فاصله میدم، رو پایه سوم 1 پایه کوتاه، دوباره 2 زنجیره کنار پایه کوتاه، 2 تا پایه بلند دیگه هم میبافم که با پایه کوتاه و 2 زنجیره مجموعاً 3 تا پایه رو تشکیل میده. ببینین 3 پایه 1 2 2 پایه فاصله، رو پایه بعد 1 کوتاه، 2 زنجیره، دوباره کنار پایه کوتاه 2 تا پایه بلند میبافم، 2 تا پایه فاصله میدم، رو پایه بعد 1 کوتاه و این باف بچه ها همینطور تا انتهای رژ باید تکرار بشه و این دورگیری رو تا آخر انجام میدیم. در نهایت آخرین این مدل دالبر رو که بافتیم، یعنی یه پای کوتاه 2 زنجیره و 2 تا پای بلند کنارش، میایم روی پای کوتاه ابتدای رژ، بست انتهای رژ رو میزنیم، 1 زنجیره میزنیم و نخمون رو کات میکنیم. شد انتهای آموزش این دستگیره بسیار زیبا و پرطرفدار. امیدوارم ببافید و ازش کسب درآمد بکنید و انشالله که براتون پر از خیر و برکت و روزی فراوون باشه. دوستای گلم ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب کنید و روی علامت زنگوله بزنید تا از آموزش‌های جدیدی که میذارم مطلع بشید. ممنون میشم کانال رو به دوستاتون معرفی کنید تا جمعمون بزرگتر بشه. ممنونتون میشم یه کوچولو وقت بذارید، تایم بیشتری بذارید، آموزش رو ببینید، بعد لایک بکنید، چون لایکتون به محض اینکه وقتی آموزش براتون میاد لایک میکنید، اینطوری لایکتون ثبت نمیشه و این به درد آموزش من نمیخوره، یعنی باعث میشه که الگوریتم و آمار این چیز من، آموزش من پایین بیاد. ممنون میشم این لطف رو هم در حقم بکنید، یه کوچولو تایم بذارید، یه مقدار آموزش رو ببینید، بعد لایک کنید، کامنت بذارید. ممنون همراهی ارزندتون هستم، ازتون ممنونم کنارم هستید. امیدوارم که آموزش ها براتون مفید باشه و انشالله که پر از خیر و برکت باشه براتون. خیلی دوستتون دارم، به خدا میسپارمتون، در پناه خدا، روزتون خوش.